شهادت رهبر شهید استاد عبدالغنی مزاری را و کافه ملت افغانستان، آزادی خواهان و ملت با شهامت و با غرور هزاره و به خصوص به خانواده محترم و حضار محترم در مجلس امروز تسلیت عرض می‌نمایم. خیلی برای مشکل است درباره استاد شهید چیزی بگویم، چون میترسم من را با چند کلمه ناچیزم به شخصیت و مقام آن مرحوم لطمه وارد کنم. ولی از آنجایی که وظیفه دارم و همچند صباحی به عنوان کوچکترین عسکری و اجرای وظیفه نمودم و قدر شناختی هم از ایشان دارم، با شما عزیزان و پیروان آن در جریان می‌گذارم. دقیق به یادم است در سال 1372 که اولین جنگ از طرف سیاف بر علیه مردم ما از طریق منطقه نقاش و کوی چل دختران که منطقه وصل برچی با فرمان است آغاز کرد. بعد از ختم جنگ و جلوگیری از پیشروی نیروهای سیاف بالای برچی، طبق خواست مردم و ملاقات استاد شهید رفتم، البته که با دو افسر دیگری که همراهم. بعد از معرفی با استاد شهید ایشان چنین شروع به صحبت نمودند. حرفایی از شهید مزاری است: شما افراد تحصیل کرده جامعه ما هستید، افتخار ما هستید، گل سر سبد ما هستید و تمامی افراد مردمم، روشنفکران، تحصیل کرده ها و هنرمندان مردمم افتخار میکنم. این جملات آن بزرگوار در قلب و روحم حک گردیده و هیچگاه فراموشم نمی شود. بله، حالا 19 سال از شهادت آن بزرگمرد تاریخ می‌گذرد و در این مدت پیروان و هواداران و ملت عزیز هزاره در سراسر جهان این روز را تجلیل و یا برگزار می‌نمایند و هر سال که می‌گذرد ما و شما شاهد بحث و تحلیل از اندیشه‌های سیاسی و شبهه‌های مبارزاتی رهبر شهید هستیم و خواهیم بود، چون تا هنوز ما نتوانستیم که تمامی زوایای شخصی، مبارزاتی و مفکوره‌های آن شهید بزرگوار را به خوبی درک و تحلیل نماییم. من فقط روی دو مسئله که همانا شخصیت شخصی استاد شهید و تفکر سیاسی ایشان است در حد توان خودم می‌پردازم. تفکر سیاسی تا جایی همه می‌دانند استاد شهید از بطن مردم برخاسته بود، از بطن مردمی که 134 سال زیر ظلم و ستم استبدادگران قرار داشت. لذا او از دردها و مشکلات‌های مردمش آگاه بود. او در دورانی که هنوز در مدرسه برای کسب تحصیل می‌رفت از واقعیت‌های جامعه با خبر بود و هر روز که می‌گذشت خود را برای آزادی مردمش از زیر ظلم و یوغ استثمار آماده می‌ساخت. و چنین شد که بعد از سالها مبارزه خسته ناپذیر با آرزوهایش نزدیک می‌شد و روزی رسید که طرح‌ها و پلان‌های خویش را پیاده نماید. او آزادی را نه تنها برای مردمش بلکه برای تمام اقشار جامعه افغانستان می‌خواست. لذا هر طرح ایشان روی منطق استوار بود که امروز، یعنی بعد از 19 سال شهادتش، ما و شما شاهد آن هستیم که ملت و دولت افغانستان از آن طرح‌ها استفاده می‌کنند. حتی رئیس جمهور فعلی از نامزدان ریاست جمهوری بعدی نیز می‌خواهد که در امورات دولتی و رهبری جامعه چندین ملیتی افغانستان از افکار شهید مزاری استفاده نماید و خود نامزدان هم روی طرح‌ها و افکار شهید مزاری
ویترها و افکار شهید رای عدالت اجتماعی مزارع کبیر تاکید می‌ورزم که برای تامین عدالت اجتماعی مشارکت ملی وحدت ملی اثرها و مقوله‌های ایشان که در اصطلاحات نوین سیاسی و حقوقی امروزی افغانستان درج گردیده است استفاده نماید. لذا با صراحت گفته می‌توانم که مزارع برای ابد در تاریخ افغانستان زنده باقی خواهند ماند، چون مزارع یک مکتب است، مکتب سیاسی، مکتب عقیدتی و مکتب دموکراسی. بخش دوم که گفتم شخصیت شخصی استاد مزاری. استاد شهید در مورد شخصیت شخصی استاد شهید میتوان گفت که ایشان از همان آغازین روز ورودش در کابل در بین مردم معلوم گردید که آن شهید بزرگ زندگی ساده را بیشتر می‌پسندید، یعنی که تجمل پرست و ثروت پرست نبود و از همین جهت در قلوب مردمش بدون اندکترین شک جای گرفت. شهید استاد مزاری ساده میزیست، نفسش پاک بود و در پی ثروت و دارایی مادی نبود و آن اصلا فکر نمی‌کرد. او می‌خواست در حد پایین‌ترین قشر جامعه خویش خود را همنوا بسازد و مردمش نیز آن را می‌دانست و او عشق می‌ورزیدند. او در گفتارهایش، عملکردهایش و در تصمیماتش قاطع بود و هیچ تزلزلی در حرکات و رفتارش دیده نمی‌شد، چون او پابند به اصول اخلاقی و ارزش‌های دینی و عقیدی خود و اعتماد به نفس داشت. همین شاخصه‌ها و طرز رفتارهای دلسوزانه و مهربانانه او بود که از او یک شخصیت تمام عیار و بی‌نظیر ساخته بود که مردمش را پدر و بابای خود انتخاب کردند. بله، پس به این صورت می‌توانیم بگوییم که شهید استاد عبدالعلی مزاری نه تنها پدر و بابا برای مردم با غیرت هزاره باقی ماند، بلکه شهید رای عدالت و آزادی، شهید رای وحدت ملی تمام ملت با شهامت افغانستان گردیده است. مکتب مزاری شهید که قبلا یادآور شدم و یک بار دیگر تکرار میکنم، یعنی مکتب سیاسی، عقیدتی و مکتب دموکراسی او که هر کدام در بطن خود چندین بخش‌های دیگر را دارا می باشد، در تمام افغانستان در حال انکشاف، بهره برداری و به ثمر رسیده است. پس در چنین یک روز نباید تنها دعایی در حق آن بزرگوار بنماییم، بلکه از کارنامه‌ها و افکار آن شهید گرامی یادآوری نماییم و آن افکارها و اندیشه‌های را سرالگوی کار و برنامه زندگی خود قرار بدهیم. تشکرش.